بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستم تمام اجزای تصویر ما را میبینن و تمام شهروندان در عافیت کامل به سر ببرن و در این حال روز جمعه را به خیر خوبی آغاز بکنن. فقط خواستم کوتاه وقتان را بگیرم. در 3 مورد میخوایم کوتاه یک وضاحت بر شما بدم. مبحث اولی که وجود داره مبحث آدرسیابی هسته. بدون شک در داخل شهر کابل یکی از مواردی که هیچ وقت انجام نشده بود این بود که کوچه ها و همچنان سرک های عمومی و مسیرهای عمومی شهر کابل اینا نامگذاری شده باشن و مشخص باشن. در چند روز گذشته 2-3 روز میشه، البته شاید در فیسبوک ها دیده باشین، بعضی دوستای ما که بیکار هستن خدا خیرشان بده عکس‌ها را گرفتن اما او را ادیت کردن که مثلا کلول پشته ترجمه شده این دروغ است، سرای شمالی ترجمه شده این دروغ است. و کسایی که ادبیات خواندن و میدانن ما نام‌های مختلفی داریم، از نام‌های مرکب و نام‌های بسیط گرفته تا نام‌های خاص و نام‌های معرف که خب ترجمه اونا واقعا اشتباهه. اصلا کلو پشترش که ترجمه کرده نمیتونه. و اگه تابلوها رو دقت کرده باشین، چون تابلوها عموما به 3 نام هست، به زبان دری و پشتو که زبان‌های ملی ما و شما هست و همچنین زبان انگلیسی که بخواین نخواین هم ما تمام اینا رو با 3 زبان در گوگل مپ تنظیم کردیم و در این حال مسافرای خارجی میاین بعد بتونن از طریق گوگل مپ آدرس رو پیدا بکنن. دیگه اونجا که شما ببینین سرای شمالی فقط سرای شمالی نوشته است، کلول پشته نوشته است. یک تعداد عکس‌ها رو ادیت میکنن میمانن و جالبتری است کسایی که سالها خبرنگاری تدریس کردن کاملا کورکورانه او را کاپی میکنن بدون که اصل مطلب ببینن و ادیت بودن و از دور مشخص است، چون فونتی که انتخاب شده برای اینا تیتر است و عکس‌های واقعیش هم هست. من نمیدونم که در لایف امکان داره که ما برای شما عکس آپلود بکنیم، یعنی جنجالا و قصه‌هاش من خبر ندارم. با امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. تشکر از کامنت‌هایتان. بحث دومی که می‌خواستم براتون مطرح بکنم درباره بگونه مشخص یک قصه‌ای که میگن 103 منزل 104 منزل در شهر کابل ساخته میشه. هیچ کس بدش نمیاد که شهرش پیشرفت بکنه، کشورش پیشرفت بکنه و دوست داریم یک روز بتونیم خود ما طیاره جور بکنیم، دیگه گپ بدی نیست. اما یک تعداد افراد در اول وقتی که کار سرک خیرخانه شروع شد میگفتن امکان نداره، نمیشه. دیدن که الحمدلله لات اول خلاص شد، لات دوم خلاص شد، فقط لات سومش یا بخش سومش مونده که انشالله تا سال دیگه نهایتا امی وقت یا 2 ماه قبلتر رو تکمیل میشه و یک سرک بسیار معیاری ما و شما میتونیم داشته باشیم. بحث بعدی که وجود داره این است که اینا یک تعداد شروع کردن که در کابل 105 منزله جور می 106 منزله خوب است که جور شد، اما این گپ دروغ است. برای فعلا این گپ فعلا دروغ است. تشکر میکنم زبان مبارد و دوستا، این گپ مطلق دروغ است. تا حال مسئله 100 چند منزلی وجود نداره. فعلا بلند منزلی که ساخته میشه در شهر کابل 34 منزل است که 30 منزل است و 4 منزل تا کاو داره. این وقتی انجام شود ما هم حتما براتون میگیم. عالی تعداد میخواین با بزرگنمایی ها و فرافکنی و دروغ گفتن بعد فردا بگن والا چرا 103 منزل جور نشد، در حالی که چنین چیزی اصلا از بنیاد دروغ است. و بحث سومی که میخوایم براتون مطرح بکنم بحث این است که گویا شارواسب گفته ما کابل پاریس جور میکنیم. خوب است که می اخبار وقتی که نشر میشه، من هدف ما دوستایی که در فیسبوک هستن خب طبیعتا یک مطلب میشنون یا شیر میکنن، بحث جداست. گپ ما با خبرنگارای عزیز ببخشید عزیز است که سالها خبرنگاری تدریس کردن و نباید توقعی داشته باشند که وقتی که در عمل خودشان یک پروپاگاند را، یک گپ غیر حقیقت را، یک شایعه را شیر کرده میرن و تمسخر میکنن، این غلط است. و گپ آخر همی که ما کابل جور میکنیم بخیر ان شاء الله الرحمن. مایی که میگم هدف مشارولی است و نعمت الله بارگزی وقتی که او را از مسندی که فعلا دارو طرفون یک شهروند عادی است، اما فعلا یک نهاد خدماتی کلان به نام شارولی را نمایندگی میکنم و وظیفه خود میدانم که براتون بگم کابل باید کابل شود. کابل شهر بی تاریخی نیست که ما تاریخش را با پاریس پیوند بدیم. کابل شهر بی مشخص براتون بگم بی اصالتی نیست که ما کابل را بخوایم با پاریس پیوند بدیم. کابل است و باید کابل شود. اگر نمیدانین تاریخ بخوانین ببینین که کابل 50 سال 55 سال پیش در حداقل آسیا جایگاهش چی بود، از بیرون به او به چی میدن و ما کابل جور میکنیم ان شاء الله الرحمن. تکرار میکنم مایی که میگم هدف من نیستم یک خانواده بالاتر از نونی مزار است که به نام شارولی کابل است و همگی در کنار هم دیگه که در راه شارواس بسته، موین صاحبا هست، رؤسای محترم هست، دست به دست هم دادن و پیش میرن. هر نوع موضوعی باشه همیشه ما
متوجه شهروندای عزیز بودیم هستیم، صدایشان باید شنیده شود. یکی از راه‌ها و یکی از موضوعاتی که ما انجام دادیم به خاطر که واقعا شهر مال مردم است که پلان شهر امروز در جیب 4 نفر نیست. برای اولین بار است که در تاریخ شهرولی کابل پلان شهر در گوشی تک تک افراد است. هر کس میتونه بداند در منطقه خود آیا کدام سرک مطابق ماستر پلان وجود داره یا نه، کدام توسعه هست یا نه، و ساختمانی که دارن یا زمینی که دارن چند منزل حق داره آباد بکنن. از این شفافتر نمیشه و خودشان میتونن نظارت بکنن که همسایه‌شان که به طور مثال 4 منزل اجازه داره 5 منزل جور میکنه یا 4 منزل. شهرولی برای چند منزل اجازه میده. به هر حالش دیگه امیدوارم حال همگیتان خوب باشه و ایام با کامتان باشه و بخیر باشین. کل قصه همی بود که براتون گفتم و میسه مورد را خواستم که وضاحت داشته باشین و ما نمیدونم که میتونم اینجا چیز را پست بکنم یا نه در لایف، منتها سعی میکنم که در صفحه خود بمانم و عکس‌های واقعی را و بانن که یک تعداد مصروف همی قصه باشه تا بیاین بخیر پولوی برکی بام تکمیل است ان شاء الله اگر خداوند خواست. سوچ دوی راځي د برکی پول بام تنظیم سي او هم دارنګه د صدرات پول هم کار ور باندې روان دی. خو یو بل خبرم تاسو ته کوم چې د مینار نجات پول هم برای هغه اساسي ارزیابیان چې خلاص شي او ان شاء الله پر مینار نجات باندې چې څلور اساسي لارې سره وسلوي. یو مشخصا خپل د کابل لوګر سړک دی، بیا د کارتینو سړک دی، بیا د پل محمود خان سړک دی او با قاضي. هغه خلک چې پر هغه لارې باندې تګ راتګ کوي نو خامخا تاسو ته معلومیږي د هغه ځای په موضوعات باندې خبر دی او واقعا هغه ځای یو هوایي پل غواړي او دا پل هم د انټرچینج په شکل باندې دی، نیم دایروي یا لوپونه یا رامپونه لري چې مشخص جزئیات به تاسو سره شریک سي او ان شاء الله الرحمن د دې پل د جوړونې کار به هم شروع سي. موږ خو کوشش مو دا دی چې جوړ او جوړوي او د هر شي نه استفاده کوو چې جوړ سي. وطن مو دی او ښه دی چې دا نور دوستان هم که د باندې دی که د نن دی. البته د باندې خلک هم ډېر ښارواسیب ته راځي او دوی ته معلومیږي چې واقعا کار روان دی. په دې کې شک نشته چې په کابل ښار کې ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید وشي او دا د خلکو ښه نظر دی پر موږ باندې. مهربانیشان است که به گونه مشخص میبینن کارانو و تشویق میکنن و تشویق اونا باعث حوصله افزایی و همچنان تشویق ما میشه. دوستان میگه کامنتار رو من چشم چند دانه رو حتما میخوانم. از این بالا شروع بکنیم. شفیع الله اخگر تشکر برادرم. ځوان مبارز کور دی ودان کارون دی وینم الله دی وساته. بس د ټول څخه مغشتنه دا دی چې دا واقعي عکسونه چې د فیسبوک ته هم پورته کوم د ادرس یابیان چې په کابل ښار کې سوي دي دا به تاسو راپورته کوي او خوبي دا دی چې د هیڅ جنگ سالار نمونه اوس نشته او په مشخص شکل باندې هغه نمونه کارول کیږي چې واقعا و او په ټول استادو کې 40 کاله 50 کاله مخکې و او دا چې یو نوم دی چې هیڅوک پر هغه باندې بیا په مشخص شکل باندې نیوکه نشي کولی. تشکر آقای حبیبی. دیگه دوستایی که سلام روان کردن به همگیتان و علیکم السلام. تشکر آقای سلمان لطفتان هسته. آقای اشرفی خب یک وضاحت خوب است چون تمام کسایی که در فیسبوک هستن یا در رسانه‌های اجتماعی هستن اونا خب توقع هم نمیره که بدانن علم خبرنگاری را چون بالاخره دیگه همگی نخواندن. اما هدف سخن ما با او کسایی بود که خود خبرنگار میگیرن و موضوعاتی را نشر میکنن که حقیقت نداره، ارزش‌های خبری را، عناصر خبری را که خودشان بهتر میدونن کاملا زیر سوال میبرن. اگر فردی با فردی مشکل داره و بس شخصیشان است، اما هیچ وقت نباید مسلک خود را به خاطر عقده‌گشایی‌های شخصی زیر پای بکنیم. دیگه احسان احدی تشکر لطفتان است برادرم. سرک 20 متری عرفانی برادرم زمستان است فعلا ما غیرزی رو دوجه نداریم، کارش متوقف نیست. ان شاء الله اگر خداوند خواست سال دیگه شاید تا برج 7 تا 8 خلاص شوی. صدای ما رو با خود داشته باشین، گپ ما دقیق است. اگر خداوند خواست تکمیل میشه و فعلا بعضی کارهای به پیش زمینه و ابتدایی انجام می چون ما غیرزی نمیتونیم دعوای 0 درجه داشته باشیم. البته کوشش میکنیم تدابیر خاص برش بگیریم اما برای یک سرک باز او تدابیر خاص گرفته نمیتونه. یک برادر دیگه ما آقای ملک زی
هر جا سر. خب ما کوشش ما همی است که نهال ها رو مختلف کردیم در شهر کابل. یک قصه متوجه باشین که حتی آب و هوای شهر کابل مناطق مختلف بر درخت های مختلف فرق میکنه. و یک موضوعی که ما در بحث انجینری ترافیک داریم است که درختی که در مابین گلدان شانده میشه اگر سرک 60 متر باشه یا 20 متر باشه متفاوت است، چون شما میدونید که بسیار وقتا نورایی که از طرف خود جانب مقابل وقت سرک یک طرف میاد طرف دیگه بعضی گروه هاشون قوی تر از شادگی است براتون مشکل ایجاد میکنه و سعی میکنه با هوا رو داشته باشه. میره بعد براتون بگم که برای دومین بار امسال در تاریخ شاروالی کابل ما نالشانی خزایری داشتیم که در اوج گل ارغوان، نالای بادام، پستک اکثریت در کمربند سبز است. اینا رو داریم، حتما سعی میکنیم که تنوع در اون مد نظر بگیریم. از چوره صدارت به سمت شیرپور عملا سرک وجود داره برادرم آقای احمد ارباب مختار احمد و تشکر آقای خیری. چند تا کامنت دیگر هم با هم دیگه میبینیم که زیادتر وقت شما رو نمیگیریم. امیدوارم که دیگه حال همگیتون خوب باشه و سعی میکنیم که از طریق این صفحه ما بتونیم هر چند وقت یک بار بعضی موضوعات رو با هم دیگه شریک بسازیم یا اگر سوالی باشه باید بتونیم در خدمتتون باشیم. ببینید اسمهای مناطق ترجمه نشده، اسمهای مناطق ترجمه نشده. ما پیشتر چند نمونه رو براتون گفتیم، مثلا سرای شمالی رو شما در تمام لوحه‌ها ببینید سرای شمالی هست که به دریو پشتو فرق نمیکنه، یک نامی است که معرف شده اونجا و ما نمیتونیم رو ترجمه کنیم. مثلا نام کلوله پشته عین قصه است دیگه. او چیزایی که شما در فیسبوک میبینین فیک از خودتان در سرک بیاین و ببینین که کدام نام ها ترجمه شده، کدامشان ترجمه نشده و کدامشان مطابق به اصولی که در بحث آدرس یابی داریم جای به جای شده. یعنی ایرا ما ماها سرش کار کردیم و دقیق موضوعات دیدیم که در این راستا شاروالی کابل تنها نبوده. نماینده‌های مشخص از آکادمی علوم ماها با ما کار کردن، اساتید محترم و متعهدی که در کشور بودن. ما بسیار تشکر میکنیم ازشون، بحث بسیار دقیق و زیاد کردیم با هم دیگر و به این نتیجه رسیدیم و این موضوعی است که در شهر کابل داره اجرا میشه. اما خب نام خدا کامنت ها زیاد است. پول های سایه کوتل، ببینید ساحه کوتل خیرخانه شما میدونید که زمین ها اکثریت دولتی از بازم 10 بار اعلان کردیم که اگر کسی در اوج خانهش استملاک میشه اونا میتونن آزادانه بیاین، اگر سندی مبتنی بر تثبیت ملکیت زمینشان دارن که اداره اراضی رو تثبیت میکنن میتونن ارائه بکنن، ما روان بکنیم. اما خساره ساختمان همه گرفتن، زمین هاشون چون دولتی تثبیت شده نتونستن که خساره زمین بگیرن، چون از زمین دولتی مطابق اصول کسی داده نمیتونه البته خساره را. بله کمپانی و چند جای دیگه هم برادر ما آقای عبید کریمی گفته، عبید حکیمی، نه تنها کمپانی چندین چهارراه دیگه هم کاندید پل هوایی هستن که پیش از برتان بگویم ان شاء الله با سال 1405 بعد از منظوری پلان ها با هم دیگه همش را خواهیم دید. استاد مبارک سلام، خسته نباشی و موضوعات دیگه که دوستان گفتن کوشش میکنیم که یک وقت دیگه باشه که وقت زیادتر باشه و بتونیم با هم دیگه بهتر در مورد موارد شهری که حق شما از همه چیز را بدانین ما و شما صحبت بکنیم. در بحث رود مارکینگ یا خط اندازی سرک ها را ببینید، خط اندازی سرک ها یک بحثی است مثل داغگیری ما همیشه داریم. یعنی تا حال اوتر یک مواد پیدا نشده که وقتی که سرک خط اندازی میکنین شما بعد سالهای سال همو باشه او بالاخره بخواین نخواین از خود یک عمر داره و متناسب با استفاده ای که از سرک میشه و موتورایی که سر سرک میره که تشکر میکنیم از موتروانایی که ما بین خطا میرن و روی خطا موتروانی نمیکنن، تایر موتورشون روش نمیره. اما بخواین نخواهید این شرط چون ازدحام زیاد است کار میشه و مثل داغگیری ما ایره همیشه داریم. یعنی یکی از بحث‌های همیشگی ما است که ما حفظ مراقبت میکنیم جایی خطاش کم رنگ شده باشه رفته باشه پس دوباره حتما خط کشی میشه. بحث بعدی هم بکشیم زودتر به پایان کامنت ها برسیم. خب نام های جنگ سالار را حذف شدن باید از زن تکراران. خب ببینید یک بحث فرهنگی است، زمان میبره، هیچ کس نمیتونه که مثلا خیلی جای ما 4-5 نام داره، حتی بسیار وقت در پلان ها ما هم سعی میکنیم تمام نام هایش رو به خاطر دقیق فهمیدن ساحه داشته باشیم. این کم کم به مرور زمان خودش تنظیم میشه دیگه، وقتی که نام های واقعی باشه دیگه اون موضوع حل میشه و هیچ کس ما نمیتونه بهش بگیم این نام رو نگیرین. او بستگی به زمان داره چون تمام اینا متناسب با اصولی که داره در گوگل مپ هم آپلود میشه و شما راحت میتونید دیگه آدرس وبی را از طریق موبایلتون هم انجام بدین. و درباره خیلی سرک ها دوستا پرسان کردن. ببینین
سرک‌های زیاد دیگه انشالله در پلان سال 1405 است که تا منظوریش نامده و متناسب با ایش ما می‌دارن این همه ساله نهایتاً تا پای ماه هوت میآید و مقدار بودجهش، تعداد سرک‌هایی که است، تعداد پارک‌هایی که است، تعداد گلدان‌هایی که است، تعداد کانال‌هایی که است، پل‌های هوایی که انشالله خواهد بود در پلان سال 1405 بعد از منظوری براتون حتما گفته خواهد شد. ما امیدوارم دوستا این ویدیو را زیاد شیر بکنه به خاطر که سه موضوع مهم بود و بعد وضاحتش برای شهروندای عزیز ما و شما میرسه. بخیر و سلامت باشید.